مواد اولیه گفته میشه 100% دیگه. وقتی که مثلا گاز قیمت باشه، بنزین قیمت باشه یا مثلا گازوئیل قیمت بشه 100% فلجه به اصطلاح دیگه. مثلا ما صبح گرفتیم 82 روپیه. دریوان هستی اینجا؟ نه من خودم ماشین نشکر. او برای ماشین نشکر گرفت 82 روپیه. شما پول کردیم در شرکت گاز رفتیم هر نفر یک کپسول گاز یافتیم. بریم بخیر میلا جان. همه چیز درست است. صدا تصویر به نام یاد خداوند یکتا و یگانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، وطنداران گرامی، پدران و مادران مهربان، شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم به یک گزارش کاملا ویژه در شهر کابل. هموطنان عزیز خسته نباشین، مانده نباشین، هر کجا که هستین خوب و صحت و سلامت باشین، از همه سختی ها و مشقت های زندگی به دور باشین. وطنداران عزیز، بازم خوش آمدین به گزارش امروزی ما از چینل خودتان نمای شهر. سابسکرایب یادتان نره، چینل را سابسکرایب کنین تا همه گزارشات برای شما بیاید. وطنداران عزیز، امروز ما آمدیم در شهر کابل تا بپرسیم واکنش مردم در برابر از اینکه قیمت گاز و تیل چند روز پای هم میشه که قیمت رفته، قیمت ها خیلی بالا رفته. تقریبا اگر بگوییم 70% قیمت ها بلندتر شده که قبلا در 50 و 52 افغانی یک کیلو گاز بود و فعلا با 80 و 90 افغانی تا 100 افغانی بعض جایها بعض دکانداران پرچون سودا کردن و میبینیم که واکنش مردم در برابر یک بارگی افزایش قیمت های نفت و گاز در بازارهای کابل چگونه است. در حقیقت همین گاز یک ضرورت اولیه است برای مردم. اگر گاز نباشه موترها تمامش حرکت کرده نمیتونه. حال اکثریت موترها هم گازی شده و پخت و پز که در خانه های ما است، غذا را میپزیم، اگر این ادامه پیدا کنه خیلی مشکلات به وجود میاره و خدا مهربان است که نرخ‌ها دوباره پایین بیاید. ما میریم میپرسیم از وطندارای ما که در شهر کابل زندگی میکنن که برای اینا چه مشکلات را به وجود آورده و چی واکنش دارن در برابر افزایش قیمت‌های نفت گاز به طور یک بارگی. السلام علیکم و رحمت الله. کاکا جان مونده نباشین، خوب هستین ان شاء الله، صحتمند هستین. کاکا شما مونده نباشین، خوب هستین ان شاء الله، مرحبا. شما کار تکنین همراه کاکا جان چند نفر صحبت میکنین. چطور دارین کاکا؟ الحمدلله خدا را شکر. سلامت باشی، با عزت فکر میکنم که از راه دور آمدین. نه از راه دورم نمودیم، از طرفای علاودین آمدیم. خب از سمت علاودین اومدین. از سمت سرای روان هستی بخیر. پامی پلیس دختره. اینجا نشستی که بوتار رنگ کنیم. بوتار رنگ کنیم، من باید که خستگی هم را شده دیگه. برای تو بگم شهر و بازار هم ببینم دیگه. هم نام چی است؟ نام سیدعلی حسینی. کاکا سیدعلی حسینی تقریبا 4 الی 5 روز میشه که در بازارهای شهر کابل گاز خیلی قیمتش بلند رفته دیگه. در بعض جایها حتی پیدا نمیشه. تقریبا به 80 و 90 تا 100 افغانی سودا شده. شما چی نظر دارین در این باره؟ والا یه خود سر عمومه، سر منتقم نیست، سر ولایت هم نخواد باشه، سر یک شهر کابل هم نخواد باشه. نظر از من اینه که باید از طرف دولت کنترل شود دیگه. گاز که مثلا نیست، تیل بالا رفته، مواد نفتی بالا رفته، کار نیست در قبال چی. مردم آواره خانه شده که نقشه آماده، مردم مثلا آواره کار است که کار نیست دیگه. ایسو کرای خانه است، سیکو کرای خانه در 10,000 15,000. مردم نمیتونه چیزی بخوره، نمیتونه چیزی بپوشه. یک چیز درآمدیم که داره مثلا 50 روپیه یا 100 روپیه در روپیه رسد که برای کرای خانه
دیگه از گاز ماز اینا دیگه مردم فکر نکنیم برای فعلا زیاد مصرف بتونه اما خیلی مصرف کنه که مثلا دیگه خود به خود مردم فلج. گاز هم کس آجی کاکا یک ضرورت اولیه است. تمام موترها را که در شهر بازار ما شما میبینیم همین گاز است که حرکت میکنن. اکثریت موترها گازی است. مواد نفتی بله. مواد اولیه گفته میشه 100% دیگه. وقتی که مثلا گاز قیمت باشه، بنزین قیمت باشه یا مثلا گازوئیل قیمت باشه 100% فلجه به اصطلاح دیگه. مثلا چرخشی کار و چرخش روز و ماشینری فلجه. در باید دولت یک کار کنه که مثلا یا خودش مستقیم با یک کشور قرارداد کنه یا مثلا یک تجار ملی مثلا قرارداد کنه که در عین قیمتی همه گاز دم قیمت بده، در این ارزانی هم قیمت بده دیگه. این خب مثلا مربوط شوروالی و کنترل دولت دیگه. به عنوان آخرین سوال از شما چی فکر میکنین که از این کار جلوگیری شود در آینده؟ چی نظر دارین؟ در آینده که نشه باید دولت سرمایه دار مثلا توجهش جلب کنه که سرمایه گذاری کنن نفت و گاز خودی افغانستان بهره برداری برسه، نه که ما دستگدایی بشیم که امسال قیمت شد پایین کو ماه دیگه بالا کو یا زمستان شد را بند شد. اینو نکنه. باید در آینده مثلا باید نفت و گاز خودی افغانستان بهره برداری برسه که خود ما از منابع خود مصرف کنیم نه از کشورهای خارج. انشاءالله امیدوار هستیم. بخیر باشین. کاکا شما چی حال دارین؟ خلاص شدین بخیر از کار؟ بازم خسته نباشین. جور باشین. این آدم نه دیگه یک جوره بود چند؟ کاکا شما مونده نباشین. جور باشین. خوب هستین جور. صحتمند هستین؟ بخیر هستین. کار برا بخیر مگذره؟ خیر نصیب جور باشین. بخیر باشین. نامتون چی است؟ نام محرم علی. محرم علی. کاکا محرم علی در اینجا میباشین؟ در اینجا هستم. بسیار خوب. چند روز میشه که پای هم قیمت نفت و گاز خیلی بلند رفته در بازارهای شهر کابل. شما چی نظر دارین در این رابطه؟ نظر من تا که دولت اقدام نکنه این کار هست دیگه نمیتونه، به خاطری که یک تولد که آمد بازی را دیگه تجارت صاحبا دیگه همین کار میکنن که گازارن هر موادی که باشه این را قید میکنه با نرخ بالا. این کاری فقط از سرمایه دار است دیگه، از هیچ کس نیست. 1 کیلو گاز ما 110 افغان پر کردم. 100 افغانی شنیده بودیم. 110 افغانی هم شما پر کردیم. در شرکت گاز راستیم هر نفر یک کپسول گاز یافت نمی‌کنه. به خاطری که بان بالا بره. این کاری همین مافیا است دیگه، از کسی دیگه نیست. باید دولت اقدام میکنه جلوی زیر دولت بگیره دیگه. این کار هیچ کس نیست، نه از دولت هاست نه از جنگ است، فقط این مافیا میکنه. نرخ مافیا بالا میبره بانک مردم فلج شد. این کار از 6 روز است که من در اینجا اینمی میبینیم دایی حلال که دسلاف کردیم 6 روز است که یک دایی نگرفت. کاری رقم فلج شد. این مردم غریب از کجا کنن؟ نگاه میکنن، ذخیره میکنن، میمونن که بلند برای نرخ‌ها مواد خرج شود. این احتکار است دیگه. از نظر قرآن و سنت ما که می‌بینیم در شرکت گاز هر نفر یک بشکه گاز 10 کیلویی میداد زیاد نه 110 رقم گاز پر می‌داد. احتکار گناه داره. او ویش دیگه دزوای هیچ فهمیده نمیشه، چون سرمایه‌دار که بود در قصه گناه نیست. سود میخورن، ربا میخورن، قیمت فروشی خودش گناه است. حالا خامی گاز یاد دمی قیمت نخریدن که نه آورده باشه، این را سابق آورده نباید این کار بکنه. برای شما کدام مشکلات به وجود نآوردی؟ در بعض جایات میگه پیدا نمیشد چند روز؟ نه پیدا میشد، اون گپ نبود که گم شه، اما 110 روپیه مخدوم قیمت بود نمیارد به اکثریت دکاندارا معمول کسی که 6 کپسول داشتن تاشم میکرد. این طور گپ بود، تا نبود که بیخی گم شده باشه. بیخی گاز بود در مردم، در شرکت گاز بود، در دکاندارا گاز بود، قید بانک از این قدم بالا برد. خداوند همه اینا را تجارا را انصاف بده. تشکر از شما کاکا، وقتتان خوش باشه، تا کارتان برکت. چطور هستین جوانا؟
وطنداران عزیز سلام علیکم. علیکم السلام. مرده نباشی بیادر. خوب است انشالله. دام تشریف تیپت برابر است. بله یا چند مکتب است؟ سنو سلام. نوجوانا که تشریف تیپشون برابر نباشد اگر جوان نیستن. جوان نیستن. اما در اصل نام چی است والله؟ یاسر. یاسر جان نام تو چیه؟ نام شاسمیر کل مشهور به پراده نفهمیدم چی؟ مشهور به پراده شاسمیر چی؟ کل حالا چون این نام خودت انتخاب کردی یا رفیقای سرت انتخاب کردی؟ نام خودم انتخاب بین قسمت بین اینجا بین خودت انتخاب کردی؟ آه چی انگیزه برای تو باعث شد که نام انتخاب کنی؟ انگیزه که سر ما کل شد ما انتخاب کردیم والله سرت موی داره این سمسه نه کل شده کدام قسمت چیکار کرده؟ یعنی اینجا کل کلش این قسمت البته ضربه خورده کم مویش رفته یعنی نزدیک کارا کرده یگان کارای خوب کنی نک بر تو نمیزه به یک جوان هستی یک نوجوان هستی باید درس بخونی موفق شوی مدرسه بری کار برات نمیخوره که تو گپا را بیایی در پیش کمره بگویی نام ما شاسمیر کل مشهور به پراده است خودت اگر این قسم بگویی با رفیقایت بیازه میگه دیگه تو ما خوش هستم که رفیقای مگر همین نامایی که بد باشه خراب باشه برات بگوین خوش میشی ازی نه خراب نه دیگه کل نام کل اس خدایی است که ما خوشم من نفرا بگم لقب هست که واقعا بر تو نمیخوره با خودت میگی گپا خودت که بگویی خود طبعا دیگه رفیقا و اندیوالای تو میگه برات میگه ما خوش خوش که از این گپا پرهیز کنی خوب نیست بر شما جوان وقت درستان است دیگه گپا خودم مصروف نکنین کار خوب نیست بخیر باشی مرا قبول برو پناهت بخدا خول الله جان دو که از موضوع بسیار گپا مونده دیگه حالا دلت هست که بری که زمو سمیر جان خب گفتی صنف چند مکتب هستی؟ صنف نو. امتحانایتان شروع شده بود خلاص شد برای یک چند روزش مانده دیگه خلاص میشه. رخصتی میته برتان یا نه؟ رخصتی میده. امتحانا خوب سپری میشه یا بد؟ خوب سپری میشه آسانه. آسان است؟ کدام مضمون سخت است؟ مضمون سخت عربی بود برای ما کدام تیه شد. عربی سخت بود؟ یا خدا مهربان است موفق باشید رولند تشکر بری پناهتون بخدا خداحافظتان جوانا وطنان عزیز امروز ما آمدیم در شهر کابل تا بپرسیم از وطندارای ما که در شهر کابل زندگی دارند واکنششان چگونه است در برابر بلند رفتن قیمت‌های تیل و گاز به طور یک بارگی که اگر بگوییم تا 70% تغییر کرده. مانده نباشین جوانا خوب است انشالله بفرمایید این قسمت یک چند کلمه صحبت کنیم امرایتان چی حال دارین؟ مرا قبلتانه مانده نباشین یکم پیش بیاو بده اونی کروچی از خودت است خودت چی کار بار میکنی اینجا؟ یه خاص پروش نام چی است؟ اما ظاهر جان چند روز میشه که قیمت نفت و گاز بالا رفته در بازارهای کابل نظر خودت چی از این باره؟ کدام مشکلات بر شما به وجود آورده نآورده؟ بازار خون والا نست بازار دیر سر زوب قیمت گاز بلند رفته چند روز میشه یک دو روز میشه گاز دیر قیمت سوی بر شما کدام مشکل به وجود نآورده؟ نه والا مشکلات دیر زیادی خو بازار خون نست این چند روز یک کیلو گاز را به چند پر کردید؟ ما تبا بو 70 رپا و 90 رپا کیلوش 90 رپا پر کردید فعلا هم 90 رپا است فعلا 90 رپا ما پرسیم زیاد یاد نداره کم یاد داره وقتی وایم ها کدام چی گفتنی داری برای تجارا؟ قیمت را پایین بیارن حالا پایین بیارن یک زیاد قیمتی است و اوس ډیره ګرانې ده که زیات ګاز ګران شو که هر هفته یو سره پورته کېږي که بازارو خوند نسته پسې کار ډېر خراب ضرورت اولیه است باید نرخش پایین بیایم مردم مسکین است بیچاره است توانایی خرید گاز را ندارن 2 کیلو گاز پر تن تقریبا 180 افغانی میشه 182 کیلو 220 افغانی میشه بخیر باشی برو لالایم بخیر باشی برو مکتب تا برو سرت وقت نشه واقعا سخت است بر مردم مسکین بیچاره 1 کیلو گاز با 90 افغانی و 100 افغانی پر کنن خیلی مشکل است مانده نباشی بیادر
چی حال داری؟ خوب است ان شاء الله صحتمند هستین؟ بفرمایید قسمت تصویر ما درست تر خوب است ان شاء الله صحتمند هستین؟ تشکر از شما بخیر باشین. نامتون چی است؟ نام حسین است. حسین جان مصرف کاربار هستین اینجا؟ مصرف کاربار است کراچی. چطور است کاربار؟ شکر فضل خدا الحمدلله خوب است. پیش میره؟ میگذره. 1000 بار شکر. چند روز میشه حسین جان که نرخ نفت گاز در بازارها بلند رفته؟ تقریبا دیگه نظر شما چیه؟ شده هفت روز چند روز شده. خواهد تولید جهان است میاد دیگه روزها هست. تقریبا 1 کیلو گاز تا 40 افغانی بلند رفته. بله 40 افغانی 50 افغانی. دیگه وطن ما را قبلا امروز گپ زدیم میگم من 1 کیلو رو 110 افغانی هم پر کردم. از بازار است دیگه بالا میکنن دیگه. چی کنه دیگه در چی نظر داره شما؟ ادامه پیدا میکنه؟ چی بگم دیگه کس پیش بینی نمیتونه دیگه بازار جهانی است دیگه در دست کسایی است که دست کسی نیست که میگه که تا بالا بده دست نفرای بالا نه تا بالا میشه خواهشمند دیگه خدا که کم شود خواهش بیاره. چی گفتنی داریم این تجارا کمی تجارای خواهش داریم که میره فهمید میکنن احتکار میکنن نرخ‌ها را میبرن بالا. امیر تجاران خواهش زمان میسیم که به دمیر شرایط خراب دمیر وضعیت خراب رو کم کنن نرخ‌ها را کم کنن قید نکنن بانن که مردم وضعیت اقتصادیش خیلی است. واقعا سخت است برای مردم مسکین بیچاره. برای مسکین برای مردم افغانستان شرایط افغانستان بخیر اقتصادیش بسیار ضعیف است. در این شرایط دیگر به 1 کیلو گاز 100 روپیه بسیار بلند است بسیار قیمت است. خواهش ما از عزیز که قید نکنن گاز را پخش کنن در این بازار که نرخ پایین بیاید بالا نره. در کدام منطقه زندگی میکنید؟ ما در منطقه نای 13 هستیم. روزم شد که در بسته منطقه تان گاز نبوده باشه. هست روزی که وقت ما چه دیگه دکاندارم نمیره. دل نمیتونه که بیاره گاز بیاره. سودا کنه. بازار شده که ما آمدیم این رفتیم از دیگه منطقه گاز آورده. ان شاء الله دعا میکنیم که نرخ بیاد پایین. خدا دیگه توکل ما به خدا جان خودش دعا کنه دیگه کم شد. و دل تجارت ما زرا رحم برده که کم کنه. تشکر از شما. بخیر باشید. چای می‌خورید. تشکر بیادر سلامت باشید وقتتون خوش باشه. وطنداران عزیز در کابل جان نمی چند روز میشه واقعا که آب و هوا خیلی گرم شده سخت است. کوشش کنین که در گرمی زیاد نگردین هموطنان عزیز تا مریض نشین. جانجوریتان بر ما مهم است. السلام علیکم و رحمت الله. مونده نباشین بیادر. خوب هستین انشالله؟ بخیر. صحتمند هستین؟ کم بخی بیشی ما گپ میزنی از ما بدتر. والا و گرم است. کار و غریبی نیست. بسیار وضعیت خراب. اسلاف کردین یاری؟ هنوز اسلاف هم نگرفتیم. نکردین اسلاف؟ نامتان چی است کاکا؟ نام امین است. امین؟ محمد امین. امین بیادر بگوییم درست است. از خودت دیگه میوه خشک است. میوه خشک است. میشه پیسه 4-5 نان مبره؟ والا خیلی در مشکلات هموش عمل یال گیر نه. خانه از خود است یا کرایی است؟ خانه کرایی است. در کجا میشینین؟ طرف برچی زیارت قرآن. چند کرایه میدید؟ ماهی 3000 4000. بس مبره؟ خدایا دیگه یک رقم در مشکلات. این مشکل نیست؟ دیگه. از یک سو کاربار یک قسم باشه و از یک سو کرایه خانه باشه و پیسه برق بیا و پیسه او بیا مشکل است نه؟ دیگه خیلی. یا خداوند کمک کنه شما را. خدا. چای صبح بخیرم نخورده. چای صبح هم خورده شکرم برش دادیم مایونای شکرم دادیم. چرتی بیشی ما گپ میزنه. اگه اسلاف رو نکنه استاله. بیا بیادر بیا موضوع چند تا صحبت کنیم. چی حال داری بیادر؟ شکر فضل خدا چی حال داری دیگه صحتمند هستی آرام هستی؟ بخیر هستی؟ قربانت بخیر باشی آرام باش چی حال داری دیگه؟ که یک روز کم میشه یک روز سوال زیاد حتمی است دیگه. اما چیزی که صبح بخیدی برای خداوند تعیین کرده که یا کم یا زیاد. خداوند کم روزی میسازه خب بیروزی نمیسازه. سوال حتمیه. یک روز کم است یک روز زیاده در حالتش باید آدم راضی باشه شکر کنه. پدر مسلمان هستیم قوی باشیم در مقابل مشکلات صبر داشته باشیم مسلمان هستیم. چی حال داری بیادر دیگه؟ شکر فضل خدا به چند روز میشه که قیمت گاز خیلی بلند رفته در بازارهای کابل؟ یک هفته میشه. یک هفته میشه. تیل گاز اردیج هم یک واقعا سخت است بریزی بخصوص بر دریورا
برای دریور، برای خانه‌دار، برای کسایی که خانه‌دار است، پدر اقتصاد ضعیف است، توانایی اون چی داره نداره که بندازه، یا میره 40 روپیه بندازه یا 50 روپیه. حساب گفته اگه حالا تلش مصروف گرفتیم 82 روپیه. دریور است اینجا؟ نه من خودم ماشین نشکر. خب برای ماشین نشکر گرفتی؟ 82 روپیه. دینار از گاز انداختن 85 روپیه. بشکن. یک روز کم یک چاره چیه؟ چیه؟ ای دست ما کسایی که نرخ‌ها را بلند میبره بخصوص می تجارای وطن ما دولتی که 65 روپیه. دولتی گاز که 65 روپیه. صبح خودم جوال من انداخت 65 روپیه. و دیگه نان بگم که مردم افغانستان که بزن برو. اگر هر دولتی که باشه هر رقم ظلم ستم باشه ادم سانه کو طرف شدیم پس اونم چیز است. هیچ تغییرات دمون نمیاد. اگر تجارت است، اگر خوراک فروش است، اگر نیمه تجارت کل ما در عکس روان است. در افغانستان که ما 11 سال مسافری کردیم، 11 سال نان ترکیه پاکستان هم خوردیم، ایران هم. قیمتی که مردم افغانستان که بی‌بندوبار در هیچ کشور قیمتی که سوال نیست. اولا خوب بدن گفته اگه دانه نظارت میکنن الان نظارت هم نمیکنن. قیمتی که سرکل لگی آمد دیگه سرکل لگی خواب کرد. اول خوب بدن باغ بازی میرفتن هر طرف میامون دینمی جام نظارت میکردن. اینا بینم تانگ تیل و گاز فروشی ها را نظارت کنن. چرا دولتی در یک نرخ است شخصی که از دیگه نرخ است. کنم میرن کل آدم دولتی میگیرن که در یک نرخ دیگه نرخ سودا میکنن. اولش گفتن یک چیز داشته باشیم مثال ذخیره میگیریم اونم چیزی که مثال در 50 روپیه خریده باشی یک دو مثال نرخ یا 10 روپیه 5 روپیه قیمت میشه تو اونم ارزان 50 روپیه خریدی اونم رو تو 80 روپیه سودا میگیری. حالا نمانده دلار خدا هزار بار شکر بکشم کنم اینا مثل اسلام هم در افغانستان مانده و خدا که دست از مردم باشی مردم عمر مسلم میکنه. در افغانستان تعلیمی زیاد اساس کنه. بخیر باش بدر. از کدام دل میگه بنالی. قربانت بخیر باشی. شعر خوب یادار کم است. شربت چه دیشی آگر؟ برو خیرت بده. تشکر از شما بخیر باشید. بابا کلیت بند نشد. بیا در. بیا این مانده نباشین. واقعا برای عزیز سخت است. یک تعداد که سرمایه دارند و پیسه‌دار هستند مشکل است. ولی یک تعداد اکثر مردم که غریب و مسکین بیچاره هستند بر از اونها خیلی مشکل است. واقعیت مشکل است که یک کیلو گاز را به 100 افغانی و به 90 افغانی بخرند. بیا خداوند همه ما را هدایت نصیب کنه و انصاف بده بخصوص تجارت مینان ما را. هر صورت وطندارای عزیز این بود گزارش ما در شهر کابل از واکنش مردم در برابر قیمتی تیل و گاز. تقریبا 4 الی 5 روز میشه یک هفته میشه که افزایش پیدا کرده. انشاءالله که امیدوار هستیم خواب پایین شه و دوباره رو 50 و 60 برسه نرخ‌ها. شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم وطندارای عزیز. الله نگهدارتان باشه.